وقتتون بخیر، امیدوارم که حالتون خوب باشه. حمید پناهی‌زاده هستم با یک آموزش دیگه در خدمت شما عزیزان. خب تو این آموزش قصد داریم تا صورت این کاراکترمون رو عین هندونه قاچ قاچ کنیم و با زاویه‌های متفاوتی روی کار قرار بدیم. این آموزش رو عکسش رو من توی نت دیدم، خوشم اومد و برای شما عزیزان اون رو پیاده سازی میکنم. خب بریم سراغ ادامه کار. خب در قدم اول نیازی که یک تصویر مناسب رو انتخاب کنید. اگر این تصویر رو ندارید و از این تصویرها میخواین، حالا توی گوگل میتونید زحمت بکشین جستجو بکنین. حالا من این رو توی آموزش براتون میذارم که استفاده کنین، اما توی فروشگاه من تصاویر متعددی گذاشتم که با کیفیت بالا وجود داره، میتونید استفاده کنید. توی دو پارت هستش. خب بریم سراغ آموزشمون. توی این آموزش قصد که از این کاراکتر به شیوهی استفاده کنیم که حالت بگیم قاچ قاچ بودن رو داشته باشه با زاویه‌های متفاوت. پس ما به سر این کاراکتر نیاز داریم. خب یک سند جدید ایجاد کنید با ابعادی که من اینجا ایجاد کردم با همین مشخصات و اوکی کنید. خب این سلکشن کارمون رو به دست بیارید. ببین بچه‌ها، من اگر بیام از ماجیک بند استفاده کنم و کلیک بکنم چه اتفاقی میفته؟ ببینید که به نسبت تولرانسی که براش اینجا تعریف کردم، حالا من اگه مقادیر رو زیاد بکنم و انتخاب رو مجدد داشته باشم، می‌بینید که چی میشه؟ اون مقادیر تغییر میکنه و اون انتخاب ما به خاطر اینکه پس زمینه سفید است و لباس این شخصیت ما هم سفید است تداخل پیدا میکنه و درست انتخاب نمیشه. اگه بخوایم با پنتول این کار رو انجام بدیم خیلی زمان میبره. حتی اگه با مگنتیک هم بخوایم این کار رو انجام بدیم بازم زمان خاص خودش رو داره. ببینید اینجوری بخوایم انجام بدیم و کاراکترمون انتخاب کنیم طولانی میشه. خب پیشنهاد من چیه؟ مثل همیشه میریم سراغ ابزار Select Subject. میتونید از اینجا یا از مسیر Select و Subject اون رو فعال کنید. خب بعد از چند ثانیه کاراکتر من دقیق برای من انتخاب میشه. خب من فقط قسمت سر اون رو میخوام. فعلا خودش رو میتونم کپی بکنم یا نه بیام فقط سرش رو ببرم اونجا. بریم کپی کنم، بعد اینجا اوکیش میکنم. خب به این شکل بذارین سر کاراکترم رو اینجا انتخاب کنم. X کنترل X زدم، این رو حذف میکنم و اینجا کنترل V. اوکی. حالا سر رو بزرگ میکنیم، به این شکل در مرکز کار قرار میدیم. حالا اینجا برای این طرح تصاویر خودتون هم استفاده کنید. خب ما از این قسمت رو میخوایم، یعنی گردن رو باید حذف کنیم. خب ابزار پنتول رو برمی‌داریم و شروع میکنیم به انتخاب این نواحی. اگر هر جا رو خوب کار نکردید، آموزش این ابزار رو گذاشتم، حالت رو نگه دارید، کلیک کنید. اگر دیدید مثلا این زاویه اینجا خوب نشد، بیاید ابزار دایرکت سلکشن رو بردارید، میتونید این نقطه رو جابجا کنید به این شکلی که دیدید، متناسب با این زاویه تغییر بدید اون رو تا یک انتخاب خوب داشته باشید. به این شکلی که دارید مشاهده میکنید. من نمیخوام مانو بدم چون آموزش طولانی میشه قطعا. سریع این کار رو انجام میدم، شما هم به همین شکل انجام بدید. حالا توی خونه وقت دارید شما. این نقطه برد شد، یه لحظه من جاش رو اوکی کنم و این رو درست کنم، اینجا قرار بدم به این شکلی که دارید مشاهده میکنید. خب ابزار پنتول رو مجدد انتخاب کنم و ادامه کار رو دنبال بکنیم. حالا اینجا انتخاب من یکم زیاد نشد. خب به همین شکل قسمت بیرونی رو نمیخوام، مهم نیست و مهم همون شکلی که دارید میبینید. اینا رو هم بس کنید، سلکشن رو به دست بیارید برای اینکه لبه ها تیز نباشن. میتونید حالا یک مقداری رو به عنوان فدر در نظر بگیرید. یه پیکسل انتخاب کنم، خوبه. و کلید دیلیت رو بزنم. میبینید که قسمت‌های اضافی از کاراکتر من حذف میشه. خب به این شکل این رو در این مرکز قرار بدم. خب بریم سراغ لایه بک‌گراندمون و یک استایل بهش بدیم، گریدینت. خب همین باشه. حالا این قسمت رو باید حذف کنیم که باقی مونده از کار ما. استایلش رو تغییر بدیم، ریورسش کنیم، اوکی، و مقیاسش رو هم بیشتر کنیم. حالت افکت ویگنتینگ در اطراف کار ما باشه. یکم تغییر بدیم این رو. خب این قسمت اضافه که از کار مونده رو باید حذف کنیم بچه‌ها. این شکل. خب حالا سایه شخصیتمون رو ایجاد کنیم. ریگلای جدید، ابزار براش و تغییر بدیم اون رو هر چقدر. ببینید این اگر نزدیک باشه به این شکل چسبیده به بچه‌ها چیه؟ به زمینه. اگر این فاصله داشته باشه نشون میده که این روی هوا معلقه. این دیگه بسته به سلیقه خودتونه و حالا من یک مقدار باش مشخص میکنم.
خب اوکی و به همین شکل اینجا قرارش یکم کمتر قرار میدم. خب ابزار خطکش رو فعال کنید. ویو به این شکل کنترل آر هستش. خب میخوایم بیایم صورت رو تقسیم کنیم. روی صورت من این رو تغییر بدم به فیس، درست نوشتمش. خب حالا بیام خطکش رو در نظر بگیرم از این بالا. خب یک مقداری رو مشخص کنم مثل همین قد باشه و بیام سراغ آیتم پایین، باز این رو جابجا کنم به این شکل، خط بکشم از بالا به سمت پایین، باز این قسمت رو جابجا کنم و خط بکشم پایین. خب کاراکترمون رو تقسیم بندی کردیم و میخوایم این قسمت ها رو بچه‌ها چیکار کنیم؟ جدا کنیم. خب از بالا شروع میکنیم. انتخاب کنید محدوده رو، روی تصویر فیس کلیک راست کنید، لایر روی کات که توی پس زمینی جدا بره. خب بریم سراغ فیس مجدد و همین کار رو انجام بدیم. دقیق انتخاب باشه توی همین محدوده‌ای که مشخص کردیم. کلیک راست و کات. باز دوباره فیس رو انتخاب کنید، کلیک راست و چی بچه‌ها؟ کات. خب حالا باید خطهای راهنما رو غیر فعال کنیم. برای غیر فعال کردن این خطهای راهنما حالا ممکنه شما رنگش تغییر کنه، چون من رنگش رو تغییر دادم. برای شما این رنگ مثلا آبی باشه. تو قسمت ویو بیاید، تو قسمت شو و این تیک رو بزنید تا خطهای راهنما برای شما چی بشن؟ حذف بشن. خب ما تصویرمون رو، خب بذارید من اینا رو شماره گذاری کنم. فیس 1 بشه این فیس 2 که بعد بدونیم چی کار می‌خوایم کنیم. این فیس 3 و این فیس چی بچه‌ها؟ 4. خب ببینید هر کدوم رو غیر فعال کنم بخشی از صورت میره به همین شکلی که دیدید. خب فیس 2 رو انتخاب کنید و بیارینش کمی اینورتر، یکم زاویه بهش بدید. خب به همین شکلی که دیدید بریم سراغ فیس 2 3 ببخشید، بیاریمش اینورتر و کمی بهش بچه‌ها زاویه بدیم. یک کم زیاد نمیخوام شلوغ بشه. بریم سراغ فیس 4 و بچرخونیم، یکم بهش بچه‌ها زاویه بدید به همین شکلی که دیدید روی کار قرار بگیره. خب حالا باید چیکار کنیم؟ این قسمتی که بچه‌ها خالیه به این شکل باید پر بشه، یعنی حالت برش رو داشته باشه، نشون بده اون بافت رو. شما میتونید اینجا از کیک استفاده کنید، میتونید از چمن استفاده کنید، میتونید از شی‌هایی که مد نظرتون هست استفاده کنید. کارهای جالبی میشه. حالا اگر نتونستید بگین که توی قسمت بعد یکی دیگه ضبط کنم و خودم اونها رو اضافه کنم. خب بریم سراغ فیس 1 رو انتخاب کنید. اینجا ابزار الیپس رو انتخاب کنید و بیاید یک بیزی مانند اینجا بکشید که نشون بده که برش از اینجا چی بچه‌ها داشتید. خب این الیپس ما باید بیاد زیر چی بچه‌ها؟ زیر فیس ما. بالا اگر باشه زیاد جایز نیست و کار رو خراب میکنه. میاد پایین انگار این از پشت چی بچه‌ها؟ برش خورده. خب سایزش رو اوکی کنید به این شکل. لبه های کار قرار بدید. آموزی ثبت کردن خودش دردسر داره، بعد بیرون هم صدا که بیاد استرس میگیره که صدا بیرون توش چی بچه اضافه نشه، مجبورین تون ضبط کنی. حالا انشالله خودتون ضبط کنید متوجه میشید. خب بگذاریم این محدوده رو من انتخاب کنم. رنگش رو هرچی دوست دارید بزنید. حالا رنگ میتونه با دابل کلیک از بافت باشه به این شکل یا از هر رنگی که دوست دارین خودتون بزنید. حالا از بافت صورت انتخاب کنم خوب میشه به این شکل، طبیعی تر هم میشه. خب این شکلی که دیدید. خب بریم سراغ قسمت بالایی. فیس 2 رو انتخاب کنید. زیرش باید الیپسمون رو ایجاد کنیم دیگه. متوجه شدیم شما عزیزان که باید زیرش الیپس ایجاد بشه به همین شکل و ببینید الان بالاش ایجاد شد و این اومده روی کاراکتر من. وقتی بیاد زیرش ایجاد کنه میره زیر کاراکتر. از زاویه بهش بدید به همین شکلی که دیدید. زاویه رو تنظیم کنید. خب و این رو چی بچه‌ها این گوشه قرار بدید. خب بیایم اینجا دیگه مهم نیست چون دیده نمیشه. خب بریم سراغ بالا. چشم ها و پیشونی رو داریم. فیس 3 زیرش رو باید اینجا انتخاب کنید و ابزار الیپس بیاین چیکار کنید بچه‌ها؟ اون رو اضافه کنید که الیپس ما بره زیر پوست و بالای پوست قرار نگیره. حالا من مجدد توضیح میدم
لبه های کار اگر میبینید تار هست به این شکل، ببینید الان اینجا تاره، از فیس 3 یه کپی بگیرید، ببینید الان اوکی شد و فیس کپی رو با فیس 3 مرج کنید. این شکلی که دیدید این تاری لبه ها کنترل میشه. من این کپیشو حذف کنم. خب خوبه. اگر الیپس ما که این هست بالا باشه میاد روی پوست کاراکتر ما. این بچه‌ها به این شکل که حالا دیگه سلیقه‌ایه، ولی خب اگه زیر باشه خیلی بهتره. اینجا تو این قسمت شما میتونید برش رو هم ببینید. من این رو اوکی کنم، لبه ها رو تنظیم کنم و رنگ رو بچه‌ها چی تغییر بدم به بافت صورت، کمی تیره تر باشه، یکم تیره ترش بکنیم از اینجا. خب خوبه. و به همین شکل اینجا رو داریم. اینجا رو من تغییر ندادم، دبل کلیک، کمی تیره تر، به همین شکل. خوبه. ببین بچه چقدر بال شد. خب حالا باید چیکار کنیم بچه‌ها؟ باید بیایم سایه ایجاد کنیم به کارمون طبیعی تر بشه. خب از فیس 1 شروع میکنیم، از فیس اینجا باید یک سایه بدیم ما. خب زیر چی بچه‌ها؟ اینجا فیس 2، یعنی اینجا دقیقاً اینجا باید سایه رو ایجاد کنیم. خب یک لایه جدید ایجاد می‌کنیم. برای ایجاد کردن این لایه جدید میتونید شیفت آلت کنترل ان رو بزنید که لایه جدید ایجاد بشه، بعد کنترل آلت جی رو بزنید که کلیپینگ ماسک بشه. این نمره رو حفظ کنید. اینو باعث میشه که صورت کار شما چی بشه بچه‌ها؟ خوب بشه. ببین الان سایه که ایجاد می‌کنم دقیق روی همین محوره و اگر کلیپینگ ماسک نباشه سایه به پس زمینه من هم منتقل میشه و کار رو بد میکنه. خب این قسمت‌ها رو اپاسیتی رو کمتر کنم، 50 بذارم و به همین شکل بیام یک محوری رو به عنوان سایه در نظر بگیرم. خیلی این رو دقیق انجام بدید که تمیز بشه کارتون. حالا ما اینجا چون آموزشه نمیخوایم زیاد مانور بدیم چون طولانی میشه قطعاً و ببینید الان دیگه سایه از این محدوده بیرون نمیزنه و دقیقاً توی همین محدوده قرار میگیره. خب بریم سراغ فیس 2، یک لایه زیرش ایجاد کنیم باز مجدداً و کلیپینگ ماسکش بکنیم. خب ببینید اینجاست که درسته سایه‌ای که اضافه کردم باید اینجا قرار بگیره. ببین بچه‌ها به همین شکل. یک لحظه. خب مقدارش کم کردم و خاکستری میزنه تا اون چیزی که من میخوام. این لبه ها رو فقط میخوام بیشتر درگیر کنم. این شکلی که دارید میبینید این لبه ها، حالا کمی از اینجا اپاسیتیش رو کمتر میکنم، اینجا همون رو کنترل میکنم. خب این شکل که دارید میبینید اینجا اون قرار بگیره که سایه بالایی اومده روی کار. حالا لبه های کار رو هم میتونیم افکت بدیم اگه بیشتر باشه اون تیرگی خوبه، یکم جاش مناسب نیست، احساس میکنم خوب نیست. خب خوبه. بریم سراغ بالایی و یک لایه جدید ایجاد کنیم، کلیپینگ ماسکش کنیم و بیایم این محورها رو به همین شکل که دارید مشاهده میکنید ماسک کنیم. این دیگه بیرون از این نمیزنه. اگر این نباشه ببین بچه‌ها، اگر این نباشه ببینید به پس زمینه هم منتقل میشه. وقتی من این کار رو انجام میدم این فقط میاد به کاراکتر من، اون قسمتی که خودم مشخص کردم قرار میگیره به همین شکلی که دیدید. میشید حالا من اون چیزی که تو خودم اینترنت دیدم این قسمت ها بچه‌ها رنگ رنگی بود، یعنی به جای اینکه مثلا اینجا رنگ پوست باشه مثلا اینجا آبی بود، این پایین این ور مثلا قرمز بود. اینا سلیقه‌ایه. منم مثلا همون میذارم که جالب بشه. دبل کلیک و این بچه‌ها حالا اینجا میشه کارهای متنوع‌تری رو انجام داد که به نظرم همین رنگ باشه خیلی بهتره. خب یک لحظه سایه اینجا خیلی زیاده، یکم از اپاسیتیش کم کنم. خب خوبه. اگر بخوایم سایه داخل الیپس ها رو کنترل کنیم، الیپس ها رو اگر انتخاب کنم من به این شکل میتونم یک لایه جدید با لایه همونها ایجاد کنم و کلیپینگ ماسکشون کنم و بیام چی بچه‌ها داخل اونها هم مقداری سایه بزنم که این حس حاله یکم طبیعی تر بشه.
بچه‌ها به این شکل اون سایه رو هم ایجاد کردیم. حالا با کنترلش میکنیم. خب بریم سراغ بعدی و به همین شکل اون رو هم سایه بزنیم که طبیعی تر بشه. خب بریم سراغ بعدی و به همین شکل سایه بزنیم تا طبیعی تر بشه کار ما، یکم واسطی کمتر کنم. خب خوبه. خب اشتباهی که کردم بچه‌ها این بود که تصویرم رو دیسچوریت نکردم، بعد سیاه‌سفید می‌کردین. حالا این سلیقه‌ایه، تو تصاویر رنگی هم میشه. اگه بخوام دیسچوریتش کنم دونه دونه فیس ها رو انتخاب می‌کنم و دیسچوریت می‌کنم اونها رو. کنترل شیفت یو میزنم که سیاه‌سفید بشه به همین شکل تا یک دست بشه. این چیزی که من مد نظرم هست، چون اون تصویر هم سیاه‌سفید بود. اینها دست خودتونه. ببینید یعنی سیاه‌سفیدشه. شاید سیاه‌سفید زیاد برای شما اوکی نباشه. اینا سلیقه‌ایه. اگه خوشتون نیومد شما این مرحله رو انجام ندید و اون رو سیاه‌سفید نکنید. خب این کار رو انجام دادیم و به این شکل لبه های کار رو بچه، این لبه ها رو میتونید بیاین روشن بکنید. این لبه ها رو، این لبه بعد گردیش اوکی باشه. این اصلا زیاد جالب نیست اینجا چیزی که من انتخاب کردم و تنظیم نیست که با اینها هم دیگه نگران سایه نباشیم. سایه داخل همینجا قرار میگیره و از این بیرون نمیزنه چون کلیپینگ ماسک شده به این قسمت. کلیپینگ حالا نمیچرخه تو دهن ما. خب بذارید من این قسمت رو اوکی کنم. خب حالت اون بیزی رو داشته باشه هم بهتر شد. خب یکم باید بره پایین. خب زوبی بهش ندادیم، ما دادیم یکم بره بالا که دیده بشه. الان خوبه به نظرم که بچه اینجاها بازم میتونه سایه بگیره. اما لبه های کار رو بذارید من اسنپ شات بگیرم. کنترل شیفت آلت ای رو بزنید تا یک اسنپ شات کلی از تصویر بگیره. این هستش. خب بیاین یکم برای اینکه لبه ها رو بهتر چیز بکنید، یکم لبه ها برق بیفته و وضوحشون بیشتر بشه، ما رو بزنید روی هارد لایت. خب روی کار اگر زوم کنم شما میبینید لبه های کار رو ببینید بچه‌ها. این لبه های کار میبینید اون حالتی که من میخوام رو ایجاد کرده که میتونه حالا کم از این میزان کم کنه. خب به همین شکلی که دیدیم خب خوبه به نظرم. و این سایه ها و این سرها میتونه باز مدل های مختلفی بگیره و اینها همه سلیقه‌ای هستن که شما میتونید انجام بدید. میزان سایه ها رو بیشتر کنید و یک کار فوق العاده جذاب رو داشته باشید. خب اگر هم نیاز داشته باشید که یک قسمتی رو حالا فیلتر بدید میتونید بیاید به این شکل. این تکنیک ها رو من توی ورکشاپ آموزش دادم. بلندینگ مود ها رو رنگ آبی روی کار ایجاد کنید. یه نقطه کوچیک موردی نداره. مود رو بزنید روی اسکرین به این شکلی که دارید میبینید. یک محدوده خاصی از کار رو به این شکل انتخاب کنید و اینجا قرار بدید که یکیش اینجا قرار بگیره. واسه یه قسمت دیگه هم که اینجا باشه میتونید بیاین. حالا اگه من میتونم از اینجا رنگ رو تغییر بدم و به این شکل اینجا بشه. خب مقدار این دوتا رو کاهش بدم، اپاسیتیشون رو به این شکل که دیگه بسته به چیزی که نیاز داریم که اینها رو تغییر بدین. فقط احساس میکنم مرکز کار نیست این کار که این شکل. حالا اگر نیاز داشته باشم میتونم اون رو بزرگتر بکنم و به اینجا قرار بدم که زیاد خیلی بزرگ شد. این هم حالت قبل بشه. خب خوبه. امیدوارم که از این آموزش خوشتون اومده باشه. تا قسمت بعد روزتون بخیر و خدا نگهدار.